این بچه را که در تصویر میبینین به تمام ورزشکاران نشان داد. کسایی که میگن ما چانس نداریم، واسطه نداریم، چطور در UFC را بیافیم. فایتر تاجیکستانی است. در پرس کانفرنس میکروفون گرفت از رئیس UFC دینا وایت پرسان کرد که برای ما چانس بده. ما فایتر هستم. او ازش پرسان کرد چند ساله هستی و چند مسابقه کردی. گفت ما 25 ساله هستم، از تاجیکستان هستم، 9-0 هستم، میخوایم در UFC فایت کنم، برای ما قرارداد بده. رئیس UFC گفت بیا پیش ما. پیشش رفت، گفت نرمال، گفت هر کسی که استعداد داره باید از طریق برنامه دینا وایت کانتند سیریز، همونجا که احمد سهیل احسنزاد و دیگه ورزشکارای موضوع طریق راه یافتن، از او طریق میتونه راه بیافتی. اما این بچه را گفت من ترا تو چانس میتم که در او برنامه دیگه دفعه دعوت شوی و فایت کنی. یک ورزشکار باید همیشه سر خود باور داشته باشه. واسطه کار نداره. بزرگترین واسطهش خدایش است و ایمانش است و غیرتش است. سعی کنی بچه تاجیکستانی چقدر با غیرت رفت، سوال کرد و